شاعرا از سوتن داری خبر، پس مکن از آتش سوزان حذر. در ادبیات عالمشمول ملت کهن‌بنیاد توجیک از چهره‌های میتوان نام برد که برای اهل بشر خدمت‌های شایسته و ماندگار انجام دادند. توسط آفریده‌های فرزندان فرزانه ملت جهانیان ما را شناختند و ایجادیات شاعران و نویسندگان، عالمان و متفکران در مستحکم نمودن پیوند دوستی سهمی باسزا گذاشته است. شاعر خلقی تاجیکستان قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده از درخشانترین ستاره عالم ادبیات بوده. همچون شاعر ترنمگر صلح و آزادی و پیوندگر دوستی اعتراف گردیده است. استاد میرزا ترسونزاده با ایجادیات پرمحتوا و گران ارزش خود در رشد ادبیات و معرفی ملت تاجیک به جهانیان خدمت شایسته و ماندگار انجام داده است. از جمله خواننده‌های خیلی اصیل استاد بودیم، همه خرد و کلان استاد میرزا ترسونزاده خاصتا شعرهای اون کس رو دوست می داشت، زیرا شعرهایی که استاد میرزا ترسونزاده اثرهایی که آفریده بودن، داستانهایی که آفریده بودن به واسطه از روزگار مردم ملت ما بود که خیلی مردم صمیمانه با تمام وجودش قبول میکرد، زیرا با صمیمیت خاصه گفته شده بودند. ایجادیات استاد میرزا ترسونزاده بر پایه ارزش‌های انسانی، دوستی و همدلی، وطنداری و وطنخواهی و اخلاق نیک و حمیده بودند. خواننده را وادار می‌سازد که در سرشت خود عمل‌های پسندیده، خیرخواه دیگران بودن، انسان پرستی و انسان دوستی را جای دهد. محققان و دوستداران اشعار و ایجادیات استاد میرزا ترسونزاده بر آن نظرند که میراث ادبی و علمی و پوبلیسیستی شاعر بزرگ که بر پایه سنت‌های استوار و قوی ادبیات عالمشمول گذشته ملت ما و با فراگیری دستاوردهای ایجادی ادبیات خلق و ملت‌های گوناگون آفریده شده است، آگنده از آرزو و آمال، شادی و سرور و غم و درد تمام مردم عالم میباشد. بی‌وجه نیست که محض در دوران صاحب استقلالی استاد میرزا ترسونزاده از جمله بلندترین عنوان‌ها نائل شدند. بعد اون کس از جمله قهرمان‌های اولین تاجیکستان اعتراف شدند و امروز در همه شهر و نواحی مملکت سرتاسر کشور استاد ترسونزاده را قدر می‌کند، ارج می‌گذارد. اثرهای استاد با تیراژ زیاد چاپ می‌شود و امروز هم وقتی که ما از مکتب‌های میانه از دانشگاه دیدن میکنیم میبینیم که تا چه اندازه اثرهای استاد برای خواننده خود همان عزیز است و مقدس و شیرین است. به مناسبت 115 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان میرزا ترسونزاده در مملکت چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی و ادبی برگزار گردیده. خاطره فرزند فرزانه ملت گرامی داشته شد. آثار گرانبهای استاد میرزا ترسونزاده با زبان‌های گوناگون ترجمه گردیده. دوستداران اشعار نوی او بیرون از تاجیکستان خیلی زیادند، زیرا دوستی و همدلی را که استاد میرزا ترسونزاده همیشه ترنم نموده است پولیس میان خلق‌های گوناگون عالم.